فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادرمون از بندر ترکمن سوال کردن که ما صیادان سواحل دریای خزر برای امرار معاش از بندر ترکمن حرکت میکنیم و با قایق موتوری 200 کیلومتر داخل دریا و از مرز ایران هم رد میشیم. داخل آبهای ترکمنستان خیلی بچه‌ها کشته شدن به خاطر ماهی به دست ماموران کشور ترکمنستان. حکمش چیست؟ شماره اخیرشون هم 9354. از نظر شرعی که همه میدونند که کسب حلال و طلب رزق حلال جایز هست و نه تنها جایز هست بلکه در حد فریضه هست و در این زمین هیچ اشکالی وجود نداره. اما از نظر شرعی برای انجام یک حکمی، برای انجام به اصطلاح یک فریضه‌ای که اگر فریضه تصورش بکنیم، این جایز نیست که انسان جان خودش را به مخاطره بیاندازد. حکم کسبشون یک حکم جداگانه هست و حکم مخاطره انداختن جان یک حکم جداگانه هست که الله متعال میفرماید ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، در جایی که میدونید که خطر جان باختن هست و مجاز نیست که به اونجا پا بگذارید و بروید و از نظر شرعی چون این چیزی جایز نیست. حتی مثلا در روایات و در مباحث فقهی، حتی در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که نقل شده که کسی که بالای بامی میخوابد که امکان دارد وقتی که خواب برود بغلطد و پایین بیفتد یا بر روی بلندی که حصاری نداشته باشد، فقط بری منه ذمت الله، این دیگه از خداوند متعال یا خونش به گردن خودش هست. تا این اندازه در واقع ذکر شده. پس بنابراین در جایی که به معنی به مخاطره انداختن جان هست، احتمال دارد که جان خودشون از دست بدن، از نظر شرعی جایز نیست که چنین اقدام به چنین کاری بکنند، بلکه در همون محدوده‌ای که مشخص شده یا در موارد دیگر و محدودیت‌های دیگر که بدون خطر هستند باید برند در اونجا دنبال صید ماهی. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.